تمیزش با هم داشته باشیم. خب اول از همه طبق الگو جلو و پشت لباسمو برش دادم، بعد یه آستین یقمم اینجوری خشتی باشه. تا جلو تو همین حالت دوله بسته که هست سجاف تا نیم تنش برش میزنم و برای دوختشم رو به رو اینجوری میذارم، یعنی این رو اینم رو. قسمتش اصلا تمیز شد. خب بچه این سجافو فقط قسمت یقه‌شو میدوزین، مثل من نمیان اینا رو بدوزین بعد یادتون بیاد که نباید میدوختین. خب بعدش میریم سراغ پشت، یه رو اندازه یقمون و عرض دلخواه میبریم و به این شکل روی سجاف به پشت لباس اینجا داخل اینو یه تا دو تا میزنید و آخر همین رو به یه اندازه برای تا بزنید. میخوایم سرشونه ها رو وصل بکنیم. این نقشه میاد میایم سرشونه ها رو وصلش میکنیم. چطوری؟ اینو برگردونیم. پس اینجا رو چرت میزنیم که راحت برگردیم. سرشونه‌ای که سجاف بندی داره رو به هم بدوزیم. قسمت پشتمون رو میبینید همچون که میبینید به رو قرار دادیم. ببینید یقش هم تمیزکاریش جلومونم برگردوندیم. من الان دارم سجاف جلو رو دارم میبینم، الان سجاف کاری ندارم و این قسمت دوبلم شامل سرشونم میشه. به این شکل الان دو تا سرشونه من به هم وصل شده. اینم سجافم. اینو برمیگردونم. این سجاف یعنی باید به چرخه خب به این شکل بیاد رو اینجوری بشه. از اینکه این قسمت دوبل قشنگ توی این گوشه بره فیکس بشه. خب دوستان ما اینو دوختیم و برش گردونیم و ببینیم که چقدر تمیز دوخته شده. براو. مرحله بعدی میخوایم از همین دوبلا که سر این زدیم سر آستینمون هم بزنیم. از اونجا که آستین کوتاه ساده انتخاب کرده بودم ولی دوست دارم که یکم روش قرافل بیام هوار بدم و روش پاپیون و از این حرفا. گویا این آستین گشاد بوده و ما برای کراپ آستین گشاد نمیخوایم. این قسمت رو باید تنگ‌ترش کنیم، یعنی اینجوری بزنیم. اینجاشو یه برش دادم و اینجا رو کمش کردم. خب ما اینو تمیزروزی کردیم با یک مکافاتی و اینم دوبله پایینشه که الان دوخته میشه. خب من آستینش هم دوختم و بالای آستینش هم دوتا چینی ریز انداختم. نظرم خیلی تا اینجاش خوب شد و خوشحالم که آستینش رو ساده کار نکردم. خب حالا برش گردونم بهتونم بگم چطوری اینو بدوزیم. این دو تا تیکه پشت و جلو رو که میذاریم رو هم دیگه سجاف هم میذاریم روش. اینو مستقیم دوخت میزنیم، فقط پایینش هم همین الان به هر اندازه که میخوایم پایین لباستون بره داخل تمیز پوشی بشه میزنید داخل، یعنی اینجوری. تیکه پارچه اضافی که دارم پاپیون درست کنم. دو تا از این در آوردم، یکیشو درست کردم یکیشم گفتم ویدیو بگیرم. مربع اینجوری میچینید، بعد روی پارچه‌تون رو میذارید داخل. دور اینو پوک میزنید این قسمت. این گوشه رو یه جاش باز میزنید که بتونید اینو برش کنید. یه چیزی هم یاد بدم به کسایی که مثلا حوصله‌شون نمیشه ته نخشون رو گره بزنن. شاید بلد باشن، گفتم همینجوری بگم. اینو میام ته نخم یه کمی تو دوبلم ته نخم یه کمی نگه میدارم یکم بیشتر. بعدش اینو برمیگردم اینجوری، دوباره اینو هم برمیگردم و از توی این گردالیا ردش میکنم. گره میشه. یه کوچولو گفتم باز میذارم که بتونم اینو برش کردم. حالا این شیرازی باشه این خیلی حال میکنه. اینو برمیگردم. تعطیل تمیزدوزی شده. اینو به شکل پاپیونی که دوست دارم برمیارم. بگذارم ازتش اینجوری چون که نمیخوام یه پاپیون ساده باشه. میخوام این وسطش رو بزنیم که بیام حالا بند یا هر چیز دیگه رد کنم با چند تا مروارید میندازم تو نخم. میام روش به این شکل میخوام فیکسش کنم. خیلی کیوتنم. خودم اینو خیلی دوست دارم. بعدش رو لباس ببینم چطور میشه. نظرتون چطور شد؟ من نمیدونم یه زنجیری چیزی هم بهش اضافه کنم. خب یا میتونه که سرشونهش باشه یا اینجا هم دوست دارم بذارمش. اینجا هم به نظرم خوشگل میشه. اینجا میذارمش.